خودتان چند سال هستین؟ ما هم 33 33 هستم. رسی کردین؟ رسی کردیم الحمدلله. اولاد دارین خود؟ الحمدلله. دیگه اولاد دیگه شیرینی خانه است. شیرینی خانه. کار کې داره تو ورځې 2.5 300 400 2.5 300 درته پاتې کیږي. اوس کوم خواته روانې له خیر زما مایده روضې شریف ته روضې شریف ته تر څو بجو پورې په ښار کې یو 8 بجو پورې. بیننده های عزیز یوتیوب چنل لاروین مایک، سلام، وقت بخیر، خوش آمدید. اسحاق در خدمت شماست. امروز 26 اگست سال 2026 میلادی است. ما با بشیر جان آمدیم به مسجد جامع الفتح، مسجدی که حدوداً شاید 2 سال میشه که ساخته شد و خوشبختانه هموطنان عزیز ما که از بقیه ولایات به مزار شریف سفر میکنن، اگر مسجد ندیده باشن، مثلا جای بلد نباشن، اینجا یک جای ویژه است که اینا با دیدن این تصویر خودشان احساس پیدا میکنن که مسجد است و مسجد جای عبادت است. و شما نمای قبلیش هم دیدین و نمای فعلیشان هم میبینین. ما هم دیگه نماز عصر همینجا خواندیم، خدا قبول بگرداند. یک چاره هنوزم گرچه شاید تا 1 متر به سرک اضافه کرده باشه، ولی هنوزم بسیار کلان است. اما وطنان عزیز ما به خاطر ادای نماز عصر و شام موترشون اینجا توقف میدهند، میرن نمازشون را میخوانند و بعد به سفرشون ادامه میدهند. بعضیا شاید مسافر باشن، بعضیا شاید از شهر باشه، بعضیا مثلا شاید طلبای مدرسه باشن، به خاطر تفریح بین عصر و شام به اینجا شاید سر بزنن و با هم میشینن و قصه میکنن. همکارم چند تصویر زیبا از این مسجد زیبا برای شما میگیرد و بعد ما بیرون از مسجد میریم و با هموطنان عزیز ما صحبت میکنیم. و شما باز یک خواهش میکنم که چنل ما را سابسکرایب کنید و زنگوله را هم فشار بدهید. یعنی بچه را که میبینید نمخدک بچه بسیار زحمتکش است. اینجا بوتا را رنگ میکنن. باش که روزانه این چند پیدا میکنید. سلام علیکم. علیکم سلام. سلام عرض ادب به همه بینندگان عزیز و هموطنان عزیز. کمیل عزیز از تلویزیون شما بیننده است. امید است که جور صحتمند باشین، لباس عافیت بر تن داشته باشین. ماشاءالله ماشاءالله. نام خودت؟ نام خودم محمد یوسف توخی، باشنده مزار شریف از ولایت بلخ. به یوسف جان، چی کار میکنی اینجا مسجد الفتح؟ در مسجد الفتح بوت رنگی میکنیم. بوت رنگ میکنی؟ بله. از چند بجه می سر کار؟ از 11 بجه، از 7 تا 9 بجه دیگه کورس هستم، از 9 تا 10 تقریبا اینجا میرسم. مکتب نمیری؟ مکتب میرم، صنف 7 هستم. صنف 7 هستی؟ تعلیم هستم. مکتب از چند تا چند میری؟ مکتب 2 تا 5 و نیم. از 2 تا 5 نیم. مکتب شخصی است یا دولتی؟ دولتی است. لیسه عطا محمد نور در خراسان. اونجا هستن. بله. با شام تا چند بجه رسی اینجا؟ تا شام که خلاص شد، جماعت خلاص شد، بخیر جمع میکنم. باز میری بخیر. بله. روزانه چند پیدا میکنی؟ روز 200 افغانی. 200 افغانی؟ بله. یک بوت چند رنگ میکنی؟ 10 افغانی. 10 افغانی رنگ. بله. ولی تا حالا چند کار کردی؟ حساب کردی یا نه؟ نه خیر دیگه، در جیب ماست. در جیب دست. تا شام که میشه. بازی را کی میته؟ در بیادرت میته یا در پدر؟ مادرم در خانه. ها، دخلتان دیگه پیش مادر جان است. بله. چند سال هستی؟ 14 هستم. 14 هستی؟ بله. بیادرت هم اورایت کار میکنه تا نه خودت؟ خودم هستم، 4 بیادر هستیم. یک بیادرم دو بغل بود رنگ میکنه، یک مایی طرف دیگه، یک بیادرم که از مسئولی چوک است، یک بیادر دیگه که از مسئول تشناب است. خب شما زیاد کار میکنین در بوت رنگ کردن او بیادر دیگه؟
هر دوی ما مساوی هستیم. مساوی هستین؟ بله. ای بیشه. سلامت باشید. خدایا. بخیر باشید. آفرین نشان. خود بچه هستن شاید چند ساله هستی گفتی؟ 14 ساله هستن. زحمت میکشه پیسه خانه را پیدا میکنه، خرچ خانه را پیدا میکنه. ولی بعضا 25 ساله و 30 ساله هستن خانه نشستن میگه چه وقت برای ما پدر پیدا کنه که بخوریم، از بغل پدر میخوره. ولی آفرین این طفلگاه 14 ساله هستن زحمت میکشن خرچ خانه را خودشان پیدا میکنن. همکارم چند تصویر از این مسجد زیبا بگیر، باز میبریم بیرون از آنجا در خدمت هموطنان عزیز ما قرار میگیریم. بسیار خوب نما داره دوستای عزیز. اینجا دیگه میبینین هموطنان عزیز ما میشینن قصه میکنن. کاکا سلام علیکم. چطور هستی؟ بیا اینجا ببین. خیرتی هستی ان شاء الله؟ بخیر هستی؟ ای از کجا هستی شما؟ در یوسف هستم. از در یوسف؟ این موتور در یوسف میره؟ آفرین. از کدام راه میره؟ این طرف سامانگان از سلطان تیر میشه. خب چرا از راه شلگر نمیری؟ ما مارن جای ما از کده این طرف نزدیک است. نزدیک است. ها. از مزار تا در یوسف کرایه چند است؟ 400. 400. باز اون طرف چند تمام میشه؟ اون طرف 500 میه. 500. اون طرف دورتر است. شما باز در یوسف بالاست یا در یوسف پایین؟ پایین است. پایین. در یوسف پایین از این طرف نزدیک میشه. اونجا دکاندار هستین چیکار میکنی؟ دکاندار است. حالا پیش چی آمدی؟ پیش سودا آمدی؟ ها. هر چند روز بعد میای مزار شریف؟ نه 15 روز 20 روز. 15 روز 20 روز بعد. دکان چی داری؟ خوراک بروش. خوراکه. حالا که حرکت کنی چند بجه میرسی اونجا؟ نه رفتن میگیریم دیگه نه. چند ساعت راه است؟ یک 4 ساعت 4 نیم ساعت. 4 ساعت 4 نیم ساعت راه است. اونجا میرسی باز. آفرین. در اونجا سنگ زغال میگه زیاد است. نه سنگ زغال جای ما دور است. در جای شما چی زیاد است؟ جای ما نمی کاکره و تلخه خور. همین است. اینا دکو است دیگه. دکو است. یک چند روز پیش میگه یک سگ یک چند تا را گزیده بود منطقه شما بود یا بالا؟ ما شنیدیم خودم خود ندیدم. خودت ندیدی؟ اصلا یک چیز بسیار خطرناک بود. احتیاط کنین امرای خود. ان شاء الله احتیاط میکنم. بعدا وقتی آدم پر شده باشه. قسمت کرده باشه او خطا نمیشه. از تقدیر که پر شده دیگه بازم میاد دیگه. رسول الله صلی جانت ما شما میرسه. بخیر باشین. سفرتون به خطر باشه. این طرف یک نمای خیلی زیبا و مقبول است دوستای عزیز. مسجد جامع الفتح واقعا بسیار خوب جور شده و در روز افتتاحش ما با والی و با شاروال قبلی هم بودیم اینجا آمده بودیم رسما افتتاح کرده بودیم. وقتی که این دیوارش به این شکل ترمیم نشده بود یا جور نشده بود دیگه باید برایم از اینجا بیرون بریم با هموطنان از ما که اونجا کراچی و میوه فروشی داره ما اونا صحبت میکنیم و باز دیگه شام میشه ان شاء الله نماز شام هم بخیر اینجا میخوانیم. سلام سلام سلام. چرا خنده میکنی؟ سلام علیکم. چی حال داری؟ خیرتی هستی ان شاء الله؟ نامت؟ علیداد. کی؟ علیداد. علیداد. علیداد چند نفر اینجا کار میکنی؟ 4 نفر. 4 نفر. تنها نان خواسته هست شما؟ بله روزانه چند ساعت نان پخته میکنی؟ روزانه 500 دانه. 4 500 دانه. کی میبره از پیشت؟ مشتری میبره، مردم میبره. نه منظورم خانه والا است یا شرکت والا است، نانوایی چی رستوران والا؟ کلگی میبره. کلگی میبره. تا چند بجه کار میکنی؟ 9 بجه. ها؟ 9 بجه. 9 بجه. کار خودت آسان است دیگه. آفرین اون بچه‌ها دیگه. خودت هم از نان پخته کردن یاد داری؟ ها؟ بله بسیار خنده‌روی بچه هستی. یا ما را دیدی خنده گرفت. چطور خلیفه ما را دید خنده میگیره که همیشه خنده میکنه؟ همیشه مترس؟ همکارم چند تصویر از زمینان‌های مقبول چند است دانش؟ جان؟ دانش چند است مان؟ دانه 20 روپیه. کلش یک بای است یا فرق میکنه؟ یا 30 روپیه. 30 افغانی. باز مثلا یکی دو تاش 50 میخره میگیریش؟ بله این دیگه قطعی مشتری خوب است دیگه گزاره میکنی. چند سال میشه اینجا هستی؟ ما 1-2 هفته میشه. وی خودت تازه شاگرد هستی چی رقم؟ تازه. امی تجربه نان داشتی دیگه جایم در نانوایی کار کرده بودی؟ چند سال بود؟ 2 سال 3 سال. 2 سال 3 سال. های میمان هستی دیگه اینجا. 2 هفته میشه. بله. برو بخیر اینجا پیر میشی ان شاء الله. بخیر باشه. جور باشه. بخیر باشه. همکارم یک چند تصویر بگی از ناناش باز میریم اون طرف.
دلار ما نامخور. سیب چند است؟ سلام علیکم. علیکم خوب است. خیریت است ان شاء الله. چند است؟ سیب است کیلوی 30 روپیه و 40 روپیه. از کدام ولسوالی است کدام چه است؟ از چیز است این سیب چارکند خونی؟ چارکند است. چارکند رسیده؟ بله است چارکند است. خب آودار است وقت پخته شده خیر. پخته شده بله. اینو پسی تا میگی چند سیر آورده بودی؟ این تقریبا 2.5 کیلو بود. 2.5 کیلو. حال چی مانده یک 100 کیلو مانده؟ 100 کیلو 150 کیلو شاد مانده باشه. زرنج دیگه همیشه میجاست. آه. سر چپ که الفت مسجد الفت هستی. بله بله. چند سال میشه اینجا هستی؟ ما خود دائما کار ما از 19 سال است ولی در فصل سیب همینجا هستیم یک دو سه ماه. از بغلان خو نیستی؟ از در یوسف هستیم سمنگان. از در یوسف سمنگان بله. همسایه بغلان. بله بله. خانه اینجاست اونجا؟ خانه همینجاست مزار شریف. همینجاست؟ بله. موفق باشین. نامتون رو پرسان نکردم ببخشید. احسان الحق. احسان الحق جان. زنده باشین و خیر باشین. باشیر جان از این آوی چی میخوری برات بگیریم یک گلاس؟ ها؟ ستړی مسی. سلام علیکم. څنګه یې؟ جوړ ورو. بخیر خیرتی ده نوم دی. نوم یې حسن ده. حسن جان د کوم ځای؟ د بلخ ولسوالۍ. د بلخ ولسوالۍ. څه کوي؟ سلاش. سلاش. څومره وخت کې د سلاش کار د شروع کړی؟ تقریبا یو 2 کاله کېږي. 2 کاله کېږي. چیرته جوړوي؟ دلته کور کې جوړو. کور کې جوړې به را باسي. د ورځې یو را باسي کې 2 واره. نه یو وارم په زور خرڅېږي بازارونه بیخي سست دي نشته بازار. کم ځای کې ښه مشتریان لري کم ځای کې ډېر ګرځي؟ هر ځای کې چې برابر شي. د ورځې څو کار کوي دا راته ووایه. ورځې 2.5 300 400 کېږي. 2.5 300 300 درته پاتې کېږي. اوس کومه خوا ته روان یې له خیره؟ زما مایده روضې شریف ته. روضې شریف ته. تر څو بجو پورې په ښار کې یې؟ یو 8 بجو پورې وي. 8 بجو پورې. بیا ځې سهار پر څو بجو راوځې؟ سهار 10 بجې. 10 بجې راوځې. څو کلن یې؟ زه 21 کلن یې. دا چا دی ول ژر وبریتي تازه راغلی دی. آفرین سر کار کې کور مسؤلیت هم درغاړي زحمت هم باسي خلکو ته لاس نه وژدی چې ماته کومک وکوه. دا ځوان چې دا کار وکړي د کور خرڅ پیدا کړي دا ډېره غټه خبره ده. څنګه؟ سلامت اوسې. سلاش در باندې خوړی شم. هغه نه خوري کنیم ما ورته اخیستی ما. وطندار رومی کجا؟ سلام علیکم. چه حال داری برادر عزیز؟ خوب هستیم؟ خیرتی هستیم ان شاء الله. نام شما؟ نام ما علم است. علم جان از آسیاباد خونی است؟ سیدآباد میگه آسیاباد می سیاد؟ اونم سیاد است. سیاد تیر شده عرض سلطان. اشتباه کردم. حضرت سلطان. از کیلوش بر شما چند نه؟ کیلوش یک 15 روپیه. شما 20 25 میگید. 20 اینجا چند بجه آمدی؟ اینجا کیلوی 20 روپیه. نه چند بجه اینجا آمدی؟ عصر آمدی؟ 2 بجه آمدی؟ نه 1 ساعت پیش آمده بودم ساعت یگان. 4 بجه بود. شما در نزدیکای شام نه؟ بله. به خاطر که از طرف مثلا 2 بجه اگر بیان شاید پژمرده شود. ها دیگه هفته و از هفته و میزنه. چند سیر آوردی امروز یا این عصر؟ یک 20 سیر آورده. 20 سیر. اسلاف کردی؟ ها. از کجا هستی خودت؟ خودم اصلی از ولسوالی چیز از تاشقرغان است. تاشقرغان شریف هستی. از خلم زیبا. خانه اونجاست یا اینجا؟ نه اینجاست خانه. روزانه چقدر میمونه؟ میشه شکر از 1-4-5 ساعتی میشه. عروسی کردین؟ جان. خرج خانه را خودت میکنی؟ ها شکر. خانه مزار است اونجا؟ نه اینجا است. تا چند بجه شب هستی؟ هستیم تا خلاص شدنش 10 11 12 هر چی که شد باز میری. موفق باشی برادر عزیز. تشکر. سلامت شید. چند تصویر از اینجا بگی عزیزیم. بشیر جان باز میری اون طرف بخیر. انگورش یارم بگیر یک تصویرشن. بیا. انگور خشار نیست؟ بگی یک تصویرش بگیر. آقا چه بیام راست میگن. سلام علیکم. سلام علیکم. چه حال داری برادر عزیز؟ خوب هستین؟ خیریت است ان شاء الله. حتما میگی که انگور قیصر است. بله انگور قیصر است. نام شما؟ اسلام الدین یک تن از میوه فروشای مزار شریف. اسلام الدین جان بازو انگور از کجاست؟ اینا انگوری حسینی قندوز است. از قندوز میاد. حسینی قندوز. بله. از
پر نقشه میورد باز کل که سودامات او تونوز نبرآمده استاد جان. خب او با فرق میکنه. او فرق میکنه بله. او یک ذره چیست لاغر و یک ذره دراز است. او کمی درازتر است مثلا هست یا کمی کدوتر است. شیرین است؟ بسیار. چشک شلال است؟ چند است کیلوش؟ این کیلوی 70 هم میفروشیم 60 هم میفروشیم مثلا فرق. برو طول کو از صاحب طول کو. چند کیلو گرفتی آجی صاحب؟ 2 کیلو. مقصد سیاه خوبیش است. چطور شده باشه؟ نام خدا بسیار شیرین است. و سیاه چند است؟ سیاه 60 سیاه قیصر 60 افغانی و دیگهش دیگه 70 و 80 افغانی هستند. فصل میوه است. شفتالو، انگور، خربزه، تربوز. هر چی که بگید اگه حال فصلش است. اگر میخواین که به افغانستان سفر بکنین اینمی وقتش است. بیاین دیگه میوه را نوش جان بکنین باز بخیر پس برین. روزانه چند کار میکنین؟ بس جان قد 500 هم میشه 400 هم میشه زیادتر هم میشه تو وقتا میشه سردنوک میکنیم. دیگه بازم هزار بار شکر است خوش هستیم. یگان خوب فایده میکنه یگان خوب نقص میکنه. میوه فروشی توان فایده که پورا داره برادر. چند سال میشه که شما میوه؟ تقریبا یگان 7 سال 8 سال میشه کار میکنیم. 8 سال میشه 8 سال میشه. نمی مزار شریف زندگی میکنید؟ مزار شریف. مزاری هستی؟ نه خانه از اصلا جایم از ولایت سمنگان است. دیگه مسافر هستیم اتاق داریم. اتاق داره خانه اونجاست. خانه سمنگان است. باز پیسه رو اونجا خانه روان. تقریبا یک ماه 35 روز کار میکنیم با میرم یک هفته در روز خانه میمونیم با پس دوباره می. عروسی کردیم؟ بله خانه اونجاست. خانه اونجاست. اگر این مجرد میبودیم باز اینجا روان میکردیم. نه الحمدلله صاحب 4 اولاد هستیم استاد. ماشاءالله. تا چند بجه باز اینجا هستی؟ تقریبا ساعت 10 بجه 10 بجه انتهایش تا ساعت 11 بجه هستیم. بله. چند بجه میبرین از اتاق؟ از اتاق ما دو وقت انگور بریم. یک صبحی ساعت تقریبا 4 بجه میریم مارکت انگور گرفته میرم به خاطر چای صبحی. مارکت میراین یا دیگه؟ نه مارکت زراعت. همون میراین. چای قرآن شریف. میراین میشه. دیگه من تا ساعت 9 بجه هستیم. بعد 9 بجه میریم دوباره اتاق میخوام تا ساعت 3 بجه. 3 بجه باز میریم از اونجا که مال گرفتاریم دیگه تازه اینه میبرن ساعت 5 بجه 5 بجه. همیشه دمی چوک است. همیشه چوک است بسیم بله. چوک است. بچه‌ها دوستا کلشون آمدی نیوال شده دیگه. کلگی 1000 جا است اینجا. در اتاق چند نفر هستید؟ در اتاق ما 3 نفر هستیم. 3 نفر. بله. دیگه کی میکنه؟ دیگه نمیکنم متاسفانه در موتل نان میخوریم. دیگه وقت پیدا نمیشه. وقت پیدا نمیشه. وقت دیگه شما سر کار هستید؟ سر کار است. باز ساعت 11 بجه اونجا میره کی حوصله از دیگه بکنیم. راست میگه. اینمی دیگه اینمی غریبی است. شما از یک طریق پیدا میکنی خرج خانه را نفقه خانواده را ما از یک طریق پیدا میکنیم. ولی مردان است که کار کنه. زحمت بکشه. کار زحمت خانه را بکشه. بله بسیار زیاد تشکر. قربانتون سلامت باشید. شما کدوم یک دانه را خوردم روا باشه گفته مردم. چی از بریتون خانه یگان زره گفته اذان شام گفتن ما میریم نماز شام میخونیم از یوتیوب کانال لاروین مایک فردا 9 بجه شب نشر میشه. یوتیوب چه چی؟ یوتیوب کانال لاروین مایک. این بچه را گفتیم کارتا رو بخیر فردا چاپ میکنه بازو کار براتون میاریم. صحیح است؟ بخیر باشید. خانه بخیر. اذان شام گفته شد نماز شام میخونیم دوباره در خدمت شما قرار میگیریم. دوستای عزیز از مسجد برآمدیم. خداوند دیگه طاعت و عبادت همه ما شما را قبول بگیرد. دیگه ما با مشکل جدی لایت روبرو هستیم. بخیر مجبور باز پیش دو وطندارا بریم از گروپی از اونها استفاده بکنیم که چهره ما یک ذره شفاف یا روشن‌تر معلوم شود. امروز از نام صحبت میکنم.
کاکا خود فکر می‌کنی بولانی میفروشی؟ بله ها خلاص کردی بخیر. مانده یک 2 تا مانده که خلاص شده دیگه تقریبا. چند تا میاری روزانه؟ 100 تا 90 تا میارم. 100 تا 90 تا. خانگی است. خانگی است. خانه جور میکنی. بله آقا. شما در ماه مبارک رمضان نام خدا باز بخیر فعال هستین. حالا با ماه رمضان هم اینه قرض دیگه و قضیات خرید فروخت زیاد. ها چند سال میشه که بولانی میفروشی؟ تقریبا 1-2 سال میشه. 2 سال میشه. بله. 3 تا ماه باز میری خلاص میشه خانه. خلاص میشه در راه ان شاء الله که خلاص میشه. خلا خانه کجاست؟ خانه نور خدا. بلاک چند؟ بلاکای 5-6. 5-6. در باشکل میری در باشکل در میری. بایسکل میریم میایم در بایسکل میریم. باشکل هم کنه کردیم مقصد. توکل به خدا نویش میکنیم. چند میمونه باز 1-2 سال میمونه؟ 300ش ان شاء الله که میمونه یک بار میکنه. 300ش. برو شکر است دیگه. بعضیا 200 پیدا میکنه بعضیا 100 پیدا میکنه اسمان دیگه گاهی 200 گاهی 300 باشه شاید. درست که برادر قند انسان باید قناعت داشته باشه. اگر انسان قناعت نکنه نفس انسان بسیار خطرناک است. بدون شک. اگر این را کنترل نکنیم باز خطرناک است. یکی گفتی و پخته گفتی. امی کم قناعت بگو الله پاک برکت شمیته. آفرین به اونایی که همیشه قناعت میکنن. خداوند میگه همیشه گفته که 2 چیز از من نخواه، یکی مرگ از من نخواه، یکی روزی از من نخواه. بله این میتونه است این روزی که خداوند پاک حواله کرده باشه میبینه که چقدر مخلوق است. این میگه مثلا چند دانه انگور فروش است، چند دانه است. اینمی پروردگار رزق از اینا رو کلش حواله کرده، هیچ کدام از این بهش نمیره. یا 200 یا 400 یا 500 یکی کم یکی زیادتر میگه رزقشان. دمی قناعت بکنه که از الله با خدای ما رزق را کرده خانه د زن و فرزند میبرم آیا حلال است یا حرام است. حلال باید ببریم و دیگه انسان باید دروغ نگوید در کسم خود. دروغ گفتیم خداوند ناراض میشه بازو پولم برکت نداره. پولم برکت نداره. هر گپی که خودت میگی امروز موافق هستم. خدا شما را خیر بده. کم باشه و همیشه باشه. کم بخور میگم همیشه بخور. همیشه بخور دیگه از این پول ما اولاد و زن و فامیل خیر و برکت ببینه. خانه چند فرزند دارین شما؟ الحمدلله 5 دانه است. 3 دختر است 2 تاش بچه است. بچه. کلان شده بچهای خود است. بچه‌ها دیگه یک بچه 11 ساله است. چند ساله هستی خودت؟ خود ما یک 35 ساله باشه. 35 ساله؟ امروز ما همسین دستی قریب نام خدا. خودتان چند ساله هستین؟ ما هم 33 33 هستیم. آرسی کردین؟ رسی کردیم الحمدلله. اولاد دارین خود؟ الحمدلله. دیگه اولاد دیگه شیرینی خانه است. شیرینی خانه است. اینمی زن و فرزند بهترین نعمت است. بهترین چیز است. اینمی که بیگاه خانه میری که پدر جان گفته میای کلش. دادا جان. پدر جان. با مو زبان شیرینش دما چی آوردی؟ از خلاص. این ملک مردم رفته چه کنیم که بدر ما زیاد پیدا کنیم اولاد و خانواده محتاج میشن. تو رو پیدا صحیح نگاه کن. بس. بیا از 4 روزم دنیا تیر میشه و خدا میمونیم دیگه دنیا بسیار یک دنیای زندگی بعد از مرگ قبول داره نیست؟ 100% کل نفس ذائقه الموت. هر نفسی که زنده جانی را که میبینه در روی زمین میجنبه یک روز مرگ به سراغ از این میآید. 100%. قالوا انا لله و انا الیه راجعون. پرسان میکنه نه؟ پرسان میکنه که جوانی را دادم چیکار کردی؟ عمر را دادم تو چیکار کردی؟ چه عبادت کردی؟ اینا خو الله پاک ما را به خاطر یک مقصد پیدا کرده که در دنیا شما رفته عبادت بکنین مرا راضی کنین هر حکم ما را به جا بکنین. باز ما بگوییم که ما بعد بولانی فروش بودم ما میوه فروش بودم ما زرنگبان بودم عمر در میرفتیم تیر کنیم وقت نداشتیم در عبادت تیر کنیم وقت نداشتیم این کار خیر بکنیم باز این گپا فایده نداره. هم کار دنیای خدا بکنیم کمتر هم عبادت بکنیم. با خاطر که در رابطه با کار دنیا هم در قرآن عظیم زیاد آیات آمده. هیچ نگفته که 24 ساعت عبادت کن میگه هم عبادت هم کار. قرآن چند جایش میگه که من رازقتان هستم رزق میتون. در این گپ 100% یقین به کار است که پروردگار هست رزق ما را میده. خداوند میگه که حرکت کو برکتش از طرف ما. بله او اگه پروردگار نکنه هیچ کسی یعنی قیم میوه ماندگی سمجنه اگه خدا چاره نکنه کلش میمانه دیگه. چاره ساز و نمو از مشکل کشا و جدروای ما پروردگار است. رجوع به طرف از ما خدا بکنه. بسیار صحبت‌های شیرین از نام شما ببخشید. محمد عوض است. از وطندار ما عوض جان بسیار صحبت‌های شیرین دقیق و بجا شنیدم. خدا شما را خیر نصیب بکنه. شما هم کامیاب و سرفراز باشین. درد دل همه وطندارا را بشنوین. همه از اینا درد داره. بعضیایش بسیار درد داره. درداشون ما تا حدی که جایگاه است
برای ما قانون اجازه داده تا مو آدما می پیش میبریم حقدارشان بشنوین تا جایی که میرسه بدر وطندارای ما به خاطر اینمین غریبی و بیچارگی خیلی پریشان هستند. شاید بعضیاش از اعمال خودش باشه، بعضیای شاید از دشار برآمدن، بعضی وقت اینجا نمیمانه مردم ها رو پیشا اشاره سرک بند میشه، اونم ترافیک هم بیچاره مجبور است سرک بند میشه دیگه. کدام مشکلای دیگه دارن. اگر شما دمی راستا هستین درسانین در بالا جایی ما رسم تا جایی که برای ما اجازه است ما هم کار میکنیم. اون طرف است که باز در سویچه بالا دست نمیزنه. نه سویچه بالا ما شما را غرض نیست، این کدام فایده هم نداره. اما اندازه خود کار کنه. وطندار سلام علیکم. چی حال دارید؟ خیریتی است؟ چند کیلو فروختی؟ 30 کیلو فروخته. 20 کیلو. ناک کجاست؟ 4 بلک. 4 بلک. کیلوش چند است؟ کیلو 50 40. 50 40. از کجاست خودت؟ وای سنچارک. سریپول. سریپول. از کجای سنچارک هستی؟ قوم برآمدی بیخی؟ ما از گوسفندی. از گوسفندی؟ در این پاله گوسفندی شاید نرفته باشی؟ رفتی؟ پاله منطقه ماست. رفتی؟ شلاق خود ماست. یک راه بسیار دور دراز در ممتا رفتیم اونجا. خوب جای است. خوب جای. اینجا باز اتاق از خانه است چرا؟ خانه اینجا. خانه اینجا. در این سال رفتی نرفتی طرف گوسفند؟ همه یکم 4 روز 5 روز پیش اومدم. انگور آوردی یا نه؟ نه انگور سیب آوردیم. سیب آوردی؟ طرفای شما خو انگور هم زیاد. انگور هم زیاد است. چه بیرو تقای خوجا و اون طرف. اونجا انگور فرنگ. باز نگه ما از اون منطقه هستم فرشخان و اون طرفا. نه. میمان ما میشی؟ سلامت باشید. دیگه همولایتی برآمدیم مقصد. خیر. نوک بخورین. قربان تا چند بجه هستی؟ ما تا 9 10 بجه اینجا هستیم. تا 9 10 بجه اینجا هستی. بعد از باز میریم. بعد از میرم خانه میرم. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشید. همکار مگذره پیش بیا از امیر روشنایی وطندار ما استفاده میکنیم بوتره. از ما یوتیوب چنل است به نام لاروین مایک است. صبح شب ساعت 9 بجه نشر میشه. در فیسبوک و در یوتیوب. لاروین مایک. صحیح. خانه آباد ایواز جان خانه آباد. ما یک مشکل جدی لایت داریم. بس زودترین فرصت او را میخریم بخیر. از خاطر از لایت و نام شما چی بود؟ جان محمد جان استفاده کردیم. فردا ان شاء الله باز از یک قسمت دیگر شهر زیبای مزار شریف در خدمت شما قرار میگیریم. بدرود.